سرخط مهمترین خبرها: قضیه کراکوس، جوان تاجیک از قرار حبسش شکایت کرد، بازداشت افسر میلیسا برای گرفتن پاره و جنجال مهاجران در روسیه بر سر ارماتورا بوده است. درود بینندگان عزیز، آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیم شما میکنیم. امروز 16 اپریل است و ساعت در دوشنبه 10. شب گذشته در نتیجه بارانگری در 4 ناحیه تاجیکستان واسه تیمورملیک، رودکی و شهر وحدت آمدن سیل به قید گرفته شده است. امیده یوسفی، سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده، صبح امروز 16 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت از جمله آب به منزل 204 خواجگی در ناحیه رودکی وارد شده، اساساً به حوله و انشاءات‌های یارورسان ساکنان آسیب رسانده است، ولی منزل ساکنان یعنی خانه‌ها آسیب ندیدند. همچنین در نتیجه بلند شدن سطح آب دریای کانال ینگی قرغان، آب به حوله 4 ساکن شهر وحدت وارد شده است. اینچنین در نتیجه بلند شدن سطح دریای یاخسو، سد دریا کنده شده، آب به منزل چند نفر از ساکنان ناحیه واسه وارد شده است. مسئولین کمیته حالتهای فوق‌العاده میگن در نتیجه این حادثه ها یگان نفر از ساکنان آسیب ندیدند و همچنین چهارراه ساکنان تلف نیافته است. سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده گفت که کارهای برطرف سازی ادامه دارند. بینندگان عزیز، تفصیلات این خبر را می توانید به زودی در سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org بخوانید و تماشا کنید. لطفالله نظریمت، شهروند تاجیکستان که به دست داشتن در حمله به مجمع کراکور سیتی هال متهم بشود، از بالای قرار حبس پیشکی شکایت برده است. در این باره خبرگزاری تاس با تکیه به دادگاه ناحیه بسمنی خبر داده است. به اطلاع منبع، شکایت شهروند تاجیکستان را اکنون دادگاه شهری مسکو باید بررسی کند. لطفالله نظریمت را روز 28 مارس با قرار دادگاه 2 ماه به حبس گرفتند. مقامات تفتیشاتی روسیه علیه این شهروند 24 ساله تاجیکستان از روی ماده انجام عملی تروریستی در هیئت گروهی سازمان یافته که باعث مرگ انسان شده است پرونده جنایی باز کردند. خبرنگاران رادیوی آزادی برای صحبت با نزدیکان لطفالله نظریمت به ناحیه 5 ولایت ختلان رفته بودند، اما آنها را در منزلشان پیدا نکردند. همسایه های این جوان گفتند اون مکتب را با بهای اعلی ختم کرده است و به اتهام اعلام شده نسبت به او در روسیه باور ندارند. حمله مرگبار به کراکور سیتی هال در شب 22 مارس صورت گرفت و به گمان دست داشتن در این حادثه 10 شهروند تاجیکستان به حبس گرفته شدند. قبلا 3 نفر آنها از بالای قرار حبسشان شکایت کردند، اما دادگاه شهر مسکو دعوای آنها را رد کرد. آژانس ضد فساد تاجیکستان میگوید که پرونده یک افسر میلیسا را به دادگاه فرستاده است. کاپیتان میلیسا رحیمزاده به گرفتن 20,000 سومانی پاره متهم می شود. نظر خودش و وکیل دفاعش به اتهام اعلان شده تا حال معلوم نیست. در خبرنامه رسمی آژانس ضد فساد آمده است این افسر کارمند شعبه تحقیقاتی شعبه کارهای داخلی ناحیه ورزاب بود و برای باز نکردن پرونده جنایتی از یک ساکن پاره طلب کرده است. آژانس گفته است این کارمند میلیسا را ماه فوریه در وقت گرفتن 20,000 سومانی پاره دستگیر نموده، پروندهش را اکنون بعد تفتیش به دادگاه فرستادند، اما گفته نشده است که به کدام دادگاه. فساد از مشکلی های اساسی تاجیکستان گفته می شود و سالانه چندین کارمند دولتی با جرم گرفتن پاره دستگیر می شوند. مقامات تفتیشاتی روسیه میگن جنجال میان 2 گروه از مهاجران در شهر مسکو بر سر مسئله ساختمانی ارماتورا بوده است. مناقشه روز 14 اپریل در ساختمان در کوچه تاگیلسکای مسکو رخ داده بود. خبرگزاری تاس با تکیه به منابعش در مقامات قدرتی روسیه نوشته است فرضیه پیشکی این است که مهاجران برای ارماتورا با هم جنجال کردند. به قول منبع در پی این حادثه 14 شهروند ازبکستان و 16 شهروند تاجیکستان بازداشت شدند. نسبت به این حادثه با اتهام اوباشی پرونده کشیدند. مقامات روسیه گفتند که شرایط بود و باش قانونی مهاجران را در این کشور میسنجند. به نوشته رسانه‌های روسیه مهاجران هنگام زنازنی در برابر مشت و لگد از سنگ و چوب نیز استفاده کردند. بحث و جنجال میان مهاجران زیاد اتفاق میافتد. وزارت کارهای داخلی روسیه مهاجران را برای شرکت در زنازنی‌های گروهی از قلمرو کشور میراند. برخلاف انتظاری‌ها از پیامدهای حمله ایران به اسرائیل، قیمت نفت در بازارهای جهانی روز دوشنبه پایین آمد. آخر هفته گذشته و روز جمعه در میان خبرهای احتمالی حمله ایران به اسرائیل، قیمت این نوع مهم مواد سوخت در جهان بالا رفت. عکس صدای هرگونه بالاروی قیمت نفت در جهان به تاجیکستان هم میرسد. گزارش خبرگزاری رایترز را همکارم طاهر سفر تقدیم می‌کند.
فروشندگان نفت در بازارهای جهانی بعد حمله ایران به اسرائیل قیمت‌ها را پایین آوردند. یک تحلیلگر به خبرگزاری رویترز گفته است از بس که مقیاس حمله وسیع نبود، این امیدواری زیاد شد که هجوم به مناقشه وسیع در خاورمیانه نمی‌پیچد. قیمت یک بشکه نفت خام در بازارهای اروپا صبح دوشنبه $90 را تشکیل می‌داد. در امریکا نیز قیمت‌ها کاهش یافتند. ایران روز شنبه با بیشتر از 300 موشک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد که نخستین حمله مستقیم کشور دیگر به اسرائیل در 30 سال اخیر است. اما با قول ارتش اسرائیل اکثر موشک و پهپادها را در فضا نابود کردند و زیان زیادی به کشور نرسیده است. با وجود این نگرانی زیاد شد که ممکن است در خاورمیانه جنگ وسیع برخیزد و واردات نفت این منطقه به بازارهای جهانی را کم کند. ایران گفت حمله ها پاسخ به ضربه هوایی اسرائیل به کنسولگریش در دمشق بود. این زمان تحلیلگران گفتند که قیمت آینده نفت ناروشن است چون معلوم نیست اسرائیل به ایران چگونه پاسخ می‌دهد. و قول تحلیلگران ممکن است اسرائیل زیر بنیادهای نفتی ایران را هدف بگیرد. ایران روزانه تا 3 میلیون بشکه نفت تولید می‌کند و یک عضو مهم اوپک سازمان کشورهای تولید کننده نفت است. روز جمعه گذشته قیمت نفت خام به حد بالا رفت که از ماه اکتبر سال گذشته دیدن نشده بود. تخمین می شود که پایین‌روی قیمت نفت کوتاه مدت است، ولی اگر علامتی از کاهش واردات نفت در بازارها عیان شود آنگاه باید منتظر قیمت بالاتر و درازمدت این مواد سوخت در بازارهای جهان بود. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. شفقت میرزیف رئیس جمهوری ازبکستان روز 18 اپریل به سفر رسمی وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان می شود. در این باره خبرگزاری محلی آزیا پلوس با تکیه بر سفارت ازبکستان در دوشنبه اطلاع داده است. عین خبر را بعضی رسانه‌های روسی هم از قبل وزارت کارهای خارجه تاجیکستان نشر کردند. با اطلاع سفارت ازبکستان در دوشنبه، شفقت میرزیف در سفرش به تاجیکستان با پرزیدنت امامعلی رحمان واخورده در روزهای فرهنگی ازبکستان شرکت می‌کند. بعضی خبرنگاران محلی نوشتند احتمال در روزهای سفر شفقت میرزیف به دوشنبه بینای نوی سفارت ازبکستان افتتاح شود. رادیوی آزادی هنوز ماه ینور امسال با تکیه به برنامه حکومتی تاجیکستان خبر داده بود که شفقت میرزیف ماه اپریل به دوشنبه می آید. میرزیف بار آخر ماه سپتامبر سال گذشته به دوشنبه آمد و در جلسه رهبران کشورهای آسیای مرکزی شرکت نموده بود. روابط دوشنبه و تاشکند در سالهای رهبری اسلام کریموف سرد و مرزها بسته بودند. این روابط بعدی به سر قدرت آمدن شفقت میرزیف در سال 2016 بهبود یافت، ولی هر دو کشور سالهای اخیر برای سرکوب دگراندیشان، پخش گردهمایی‌های آسایش‌تر و بازداشت و حبس روزنامه‌نگاران بلاگران تنقید می‌شوند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 16 اپریل را فرا می‌گیرد. 16 اپریل سال 1934 با قرار کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی جایزه عالی قهرمان SSSR و نشان طلا تأسیس شد. با این جایزه عالی سالهای بعدی نزدیک 13,000 نفر از جمله 64 ساکنی تاجیکستان و اکثر آنها برای کارنمایی در جنگ دوم جهان قدردانی شدند. 16 اپریل سال 1992 در اوج نابسامانی‌های سیاسی در افغانستان که از اختلاف حکومت کمونیستی رو به مسکو کابل و مخالفان این حکومت برمی آمد، پرزیدنت محمد نجیب الله از قدرت کنار رفت. ضدیت‌های گروه‌های سیاسی در اوج بود و نجیب الله در قرارگاه سازمان ملل متحد در کابل پناه یافت. 4 سال بعدش گروه محافظه‌کار طالبان سر قدرت آمد و یکی از وحشت‌های نمایشکارانش قتل بیرحمانه و پر از خشونت محمد نجیب الله و برادرش گردید. در یک پرسش افکاری عموم چندین سال بعد مردم در افغانستان گفتند رهبری نجیب الله دوره رشد اجتماعی و مدنی افغانستان بود.
16 اپریل سال 1998 تلویزیون SM1 سیمای مستقل یکم به کار آغاز کرد که از نخستین تلویزیون‌های خصوصی در شمال تاجیکستان به شمار می‌رود. تلویزیون SM1 برای ساکنان شهر خوجند و ناحیه‌های اطراف مرکز ولایت سوخت 18 ساعت در شبانه روز نمایش‌ها پخش می‌کند و اکثر آنها خبری و تفریحی می‌باشند و در برابر تلویزیون‌های دولتی جمهوری‌ای یک گزینه اطلاعاتی را فراهم می‌کنند. شبانه روز گذشته قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی در بانک‌های تجارتی تاجیکستان در برابر اسعار ملی سامانه پایان رفت. صبح امروز در بانک‌ها 1000 روبل به 116 سامانه برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1088 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. ممنون از همراهیتان تا آخر برنامه. فردا شما را در همین وقت و ساعت منتظریم.